ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 37. хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад, ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд. پنجم، اقتباس گرفتن واژگان و اصطلاحات از زبان عربی و زبانهای دیگر. از عربی واحد، کعب، کسر، جزر، وتر، مسدس، مکعب، مدخل، مخرج، مرکز، مخروط، منشور. از یونانی به طور مستقیم یا توسطی عربی افیجیون، اپگی، افریجیون، پریگی، اولیمفیاس، اولیمپیاده، اقیانوس، اوکیان، لورا، لیره، قطوس، کیت. از هندی دریگان، سی بحر، جیوه، سینوس، اوگا، اوج، بهوکتی، کافور، صندل، پیلپیل. از عبری فیس، انصره، کیپور، هنوکه، بوری، بسیطا، ایبور، حصارین. از سوریانی کبیستا، کبیسه، تیامین، مرجان. باید تأکید کرد که از نگاه اصطلاحات و سبک نگاریش کتاب و تفهیم بیرونی و دانشنامه علایی ابن سینا در میان آثار کهن علمی تاجیکی فارسی دری مقام خاص و از این آثار برتری واضح دارند. درباره این دو دانشمند و تألیف این دو کتاب حق به جانب دکتر محمد معین است که میگوید ابن سینا با دانشنامه و بیرونی با التفهیم خود نهضتی در ایران پدید آوردند که دامنه تأثیر آن تا به عصر حاضر کشیده شده است. با تألیف این دو کتاب فرهنگ لغت فارسی غنیتر و ارجمندتر گردید، زیرا این دو دانشمند از لغتی که متداول و رایج بود و نیز از آنچه در بطون کتب مضبوط بود گلچین کرده در دو اثر جاودانی خود به کار بردند و برای مفاهیمی نیز که لغت در تداول یا در کتب پیشینیان نیافته بودند لغت رایج را مجازاً به معنای جدید استعمال کردند. در صورت ضرورت ترکیبات و اصطلاحات از مفردات پارسی پرداختند و زبان پارسی را تا آنجا که در آن عهد میسر بود شایسته ادای مفاهیم علمی کردند.
در عصرهای بعدی ناصر خسروی قبادیانی 1004-1072 در تألیفات فلسفی خود از جمله در جامع الحکمتین این راهی پیش گرفته ابن سینا و بیرونی را ادامه داده است. این اثری فلسفی ناصر خسرو در شکل رساله مختصر و نسخه مکمل تا به ما رسیده است. این مطلب که آن را خود مؤلف به صورت رساله مختصر درآورده است یا کسی دیگر تا کنون معلوم نیست. ناصر خسرو سبب تألیف کتاب را گشایش مشکلات دینی و معضلات فلسفی ارزیابی کرده، مسائل دو حکمت یعنی حکمت دینی و فلسفه یونانی را در این اثر خود مورد بحث قرار داده است. ولی این عنعنه یعنی پیروی از شیوهی در کاربرد اصطلاحات پیش گرفته ابن سینا و ابو ریحان بیرونی دیر دوام نکرد. مؤلفان بعدی در بیان مطالب علمی بیشتر از اصطلاحات عربی استفاده کردند و در اصطلاح سازی تاجیکی فارسی اقدامی جدی نورزیدند. نتیجه همین شد که در اکثر آثار علمی اصطلاحات عربی جای اصطلاحات تاجیکی را گرفت که ما این واقعیت را از مطالعه اساس الاقتباس و دیگر آثار خواجه نصیرالدین طوسی به خوبی مشاهده می کنیم. این روش یعنی افضلیت یافتن استفاده اصطلاحات عربی به زایایی و پویایی من بعده زبان علمی تاجیکی فارسی دری مانع گردید. به خصوص استفاده از فعلهای ساده و اشتتاق و ترکیب بندی با آنها، همچنین دایره کلمه سازی با پیشوند و پسوندها نهایت محدود گردید و در بعضی موردها کاملا از بین رفت. باب پنجم، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی. زیر فصل یکم، زبان مادری ما در عهد سامانیان. اهل سامانی بی شبهه درخشان ترین صحیفه تاریخ دولتداری تاجیکان و پربارترین دوره نهضت و شکوفایی زبان تاجیکی فارسی دری محسوب می گردد. بنیادگذار دولت سامانیان اسماعیل سامانی 849-907 در تأمین بقای عمر ملت و دولت و زبان و فرهنگ ما تاجیکان نقشی مؤثر داشته است. تا جای معلوم است بابای اسماعیل سامان خدات حاکمی بلخ بود و در ابتدا آیین زردشتی داشت. بعداً دین اسلام را پذیرفت و از اهل غزا گردید. اصل سامان خدات را
گروهی از مؤرخان از شهر به نام سامان از نزدیک ترمیز و عده‌ای از دهات اطراف بلخ احتمال می دهند. تقریباً در سال 734 بر اثر شورش در بلخ سامان خدات و دربار اسد ابن عبدالله که در آن روزگار امیر خراسان بود پناهنده شد و اسد ابن عبدالله با او پیمان برادری بسته دوباره او را به حکومت بلخ فرستاد. از این خاطر سامان خدات پس از وفات اسد فرزند خود را به افتخار او اسد نام نهاد و همین اسد بعد از سر سامان خدات قایم مقام پدر گردید. خلیفه عباسی مأمون وقتی که امیر خراسان تعیین شده به مرو آمد، فرزندان اسد سامان خدات نوح، احمد، یحیی و الیاس را به خود نزدیک کرد و به هر کدام منصبی داد. برخی از مؤرخان همچنین به این نظرند که فرزندان اسد مأمون را در رفع آشوب رافع ابن لیث که سال 806 در سمرقند سر زده بود یاری نمودند و او از همین سبب آنها را احترام می کرد. مأمون چون با مدد حسین ابن طاهر و دیگر خراسانیان و فرارودیان به مقام خلیفه بغداد برگزیده شد، غسان ابن عباد را در خراسان امیر کرد و به او امر کرد که حکومت نواحی خراسان را به فرزندان اسد ابن سامان خدات بدهد. غسان ابن عباد در سال 819 حکومت سمرقند را به نوح ابن اسد، فرغانه را به احمد ابن اسد، چاچ و اسروشنه را به یحیی ابن اسد و هرات را به الیاس ابن اسد واگذار کرد. امیر طاهری طاهر ابن حسین هم که پس از غسان امیر خراسان گردید، فرزندان اسد را در همان وظیفه های قبلی آنها نگاه داشت. بعد از وفات نوح دیگر امیر طاهری خراسان طلحه ابن طاهر ولایت سمرقند را به فرمانروایی برادری او احمد همراه نمود و مضافات سیستان را به الیاس واگذار کرد. الیاس ابن اسد همچنین از مقربان عبدالله ابن طاهر بود و در بالا گفته گذشتیم که عبدالله ابن طاهر علاوه بر والی خراسان بودنش صاحب شرطه بغداد نیز بود و پس از فتح اسکندریه در سال 827 حکومت آن را به الیاس ابن اسد داد و او از این پس به عنوان الیاس ابن اسد خراسانی مشهور گردید. پسران اسد ابن سامان خدات در هر ولایت که حکومت کردند نامی نیک و آثاری سازندگی و آبادانی از خود باقی گذاشتند. اسماعیل ابن احمد 849 907 معروف ترین امیر سلسله سامانی است که در مدت دولتداریش تدریجاً زمینه‌های اتحاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را مهیا ساخت و دولت بزرگ سامانیان را در خراسان بزرگ برپا کرد.
او در آخرهای سال 900 فرمانروای گرگان و تبرستان محمد ابن زید دایی را شکست داده گرگان و تبرستان را نیز به دست آورد. اینچنین سال 902 ری را به قلمرو دولت سامانیان همراه کرد. اسماعیل سامانی سال 907 در دهه رزمازی نزدیکی بخارا به عالم پدرود گفت و در لمح خاطر مردم و صفحه روزگار با نامهای امیر ماضی پیشین و امیر عادل باقی ماند. درباره سیاست و عدالت کم نظیر امیر اسماعیل سامانی و محبت و ارادت او به زبان مادری در کتب تاریخ و ادب پیشینیان اخبار جالب درج شده است. اینجا تنها به ذکر دستور زیرین پندآمیز اسماعیل سامانی آید به راه راست سنت و جماعت اکتفا می کنیم که ابوالقاسم حکیم سمرقندی در السواد الاعظم از آن یاد کرده است. این کتاب را به پارسی گردانید تا چنان که خاص را بود عام را نیز بود و منفعت کند و مذهب را نیکو بدانند و از هوا و بدعت دور باشند. امیران بعدی سامانی کمابیش ادامه دهنده سیاست او بودند. روزگار و پیکار امیران سامانی که گذشتگان شرفمند ما هستند و در امر تأمین بقای و پایداری زبان و فرهنگ ملی ما نقش محوری دارند، برای نسل امروز عبرت آموز است. بعد از وفات اسماعیل سامانی پسر و جانشین او احمد ابن اسماعیل سالهای دولتداریش 907 914 سال 910 باقی مانده حکومت مستقل خاندان صفاریان را در سیستان در هم شکست و سیستان را ضبط کرد، اما صفاریان را تماما از دولتداری محروم نکرد و پیشوایان آنان را به تابعیت دولت سامانیان فراخوانده دولتداری نیم مستقل آنان را نگه داشت. برای سال 913 حسن ابن علی اتروش علوی در تبرستان خروج کرد و آن را از تابعیت سامانیان بیرون کرد. این شورش نخستین ضربه جانکاه بر پیکر دولت مقتدر سامانیان بود که به جدایی خواهی و مرکز گریزی در عهد سامانی راه گشاد. امیر احمد نیز در آغاز سال 914 هنگام شکار به دست چند تن از غلامان ترکش کشته شد و در تاریخ با لقب امیر شهید شهرت یافت. پس از کشته شدن احمد، بزرگانی دربار سامانی پسری 8 ساله وی نصر ابن احمد را 914-943 بر تخت پادشاهی نشاندند، ولی در اصل در آغاز دولتداری وی اداره دولت در دست وزیران خردمند سامانی ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی و بعداً در دست ابوالفضل بلعمی قرار داشت. هنگامی به تخت نشستن نصر ابن احمد، عمک پدرش اسحاق و فرزندان او منصور و الیاس
با او پرچمی مخالفت افراشته سمرقند و بعضی مناطق دیگر خراسان را به دست گرفتند. ولی نصر با مشورت وزیران عاقل و مساعدت سپاهیان صادق خود بر شورشگران غالب آمد. علاوه بر این سال 925 شهر ری را که از اطاعت سامانیان بیرون شده بود باز پس گرفت. دوران نصر ابن احمد اوج شکوفایی دولتداری سامانیان محسوب می شود. وی به زبان و ادب تاجیکی، فارسی، دری محبت زیاد داشت و استاد رودکی ملک الشعرای دربار او بود. نصر بعد از 30 سال پادشاهی سال 943 در سن 38 سالگی وفات کرد. بعد از فوت به او لقب امیر سعید دادند. بنابر اطلاع ابوبکر نرشخی در تاریخ بخارا، تأسیس دیوانهای دهگانه در امور دولتداری سامانیان به روزگار پادشاهی همین نصر ابن احمد راست می آید. اصلاً عنعنه دیوانداری و دیوان سالاری مردم آریایی نژاد ریشه به دوران هخامنشیان دارد و این امیر سامانی این عنعنه دیرین را احیا کرده به آن سر و سامان بخشید. نصر سامانی فرموده بود که در ریگستان بخارا برای 10 دیوان 10 بینا سازند. دیوانهای دولت او اینها بودند: یکم دیوان وزیر، دوم دیوان مستوفی، سیوم دیوان امیدالملک، چهارم دیوان مؤید، پنجم دیوان صاحب شرطه، ششم دیوان محتسب، هفتم دیوان شرف، هشتم دیوان اوقاف، نهم دیوان قضا، دهم دیوان مملکه خاص. دیوانی وزیر یا دیوانی وزارت در امور دولتداری سامانیان دستگاه عالی محسوب می یافت و سرپرست آن که خواجه بزرگ صدر یا وزیر نام برده می شد در دولت پس از امیر دومین شخص عالی رتبه بود. در روزگار دولت سامانی وزیران فاضل مثل جیهانی، بلعمی، عتبی و دیگران حکم دیوان وزارت در دست داشتند. دیوان مستوفی یا دیوان خراج در عهد سامانی متصدی جمع‌آوری خراج از مردم بود. دیوان امیدالملک که آن را دیوان رسائل نیز می گفتند با دیگر کشورهای دور و نزدیک مکاتبات دولتی و دیپلماتی انجام می داد. دیوان مؤید تأیید کننده احتمالاً دیوانی صاحب برید یا به اصطلاح امروزه وزارت علاقه است که خادمان این دیوان مراسلات دولتی را از مرکز به شهر و کشورهای تابع و اخبار را از محلها به مرکز منتقل می دادند. دیوانی صاحب شرطه متصدی نیروی نظامی کشور و رعایه نظام داخلی بود، یعنی وظیفه پالیس را
به ذمه داشت. دیوان محتسب یا دیوان حساب وضع بازار و صفت مال را نظارت می کرد. دیوان شرف یا دیوان مشرف مسئول دخل و خرج خزینه دولت بود. دیوان اوقاف متصدی امور وقف بود که دولت شخصانی ثروتمند یا آدمانی ثوابجوی برای نگهداری مسجد، مکتب، راه، پل، جوی، بیمارستان و غیره بی بازگشت وقف می کردند. دیوان قضا یا دیوان قاضی به بررسی و نتیجه گیری مسائل شرعی مشغول بود. دیوان مملکه خاص مسئول مالکیت امیر بود. پس از وفات نصر ابن احمد پسرش نوح اول 943-954 که با لقب امیر حمید معروف است به تخت پادشاهی نشست. این امیر سامانی اسماعیلیه را که در دربار نفوذ پیدا کرده بود سرکوب کرد و فقیه حنفی ابوالفضل سولمی را که با نام حاکم جلیل مشهور است وزیر تعیین نمود. بعدتر نصر ابن احمد سپهسالار خراسان ابو علی احمد چغانی را از وظیفه سبکدوش کرد. همین ابو علی احمد چغانی و جانبداران او شورش برداشتند و عمکی نوح ابراهیم ابن احمد را امیر اعلام کردند. ولی لشکریان صادق نوح سپهسالار جدای خواه را کشتند و بلوا را فرو نشاندند. همچنین در این عهد سپهسالار سامانی منصور ابن قراتیگین شهرهای ری، اصفهان و کرمانشاه را که به دست آل بویه افتاده بودند دیگر باره به قلمرو دولت سامانیان همراه نمود. این امیر سامانی سال 954 وفات کرد. بعد از فوت نوح اول بر مسند امارت سامانیان پسری او عبدالملیک اول 954-961 که با لقب‌های ابوالفواریس و امیر رشید معروف است نشست. روزگار امارت او دوران آشوب و اختلاف‌های شدید داخلی در قلمرو سامانیان بود. ابو علی چغانی سال 954 با مساعدت و دستگیری حاکمی بویهیان، رکن الدوله گرگان و دیگر شهرهای خراسان را از تابعیت سامانیان بیرون کشید. ولی لشکر سامانی با سروری بکر ابن مالک فرغانی سپاه ابو علی و رکن الدوله را شکست داده عازم ری گردید. رکن الدوله حکومت خود را در ری و دیگر شهرهای منطقه جبال با پرداخت اندازی سالانه 200,000 دینار نگاه داشت. شما گفتار 37 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.